این پسرای مجروحی که میبینید روی قایقن و در رود سن رها شدن در واقع پسرای پادشاه بودن. سلام یلدان و هر دفعه داستان یک نقاشی رو تعریف میکنم. قضیه این بوده که پادشاه فرانسوی داشتیم به نام کلوویس دوم که یک خانم خیلی مهربونی داشته به نام باتیلد میگن که یک اسیر انگلیسی بوده، بعدن پادشاه عاشقش میشه، باهاش ازدواج میکنه و بعدها سلطنت رو ول میکنه، قدیس نمیشه. اما افسانه ها اینجا دو شاخه میشن. میگن که این پسرها وقتی که پدرشون زنده بوده بر علیه سلطنت شورش میکنن و مادرشون دستور مجازات رو میده، یا اینکه پدرشون میمیره، مادرشون نایب السلطنه میشه، پسرها علیهش برای سلطنت شورش میکنن. ولی اصل قضیه اینجاست که این شورش شکست میخوره و مادرشون دستور مجازاتشون رو میده. چه مادر مهربانی. چون پسر خونه پادشاهی داشتن اعدام نمیشن، ولی دستور داده میشه که عصبهای پاشون سوزونده بشه، تندونای پاشون قطع شه تا دیگه نتونن راه برن. تازه توی سری افسانه ها میگن علاوه بر اینکه تندونای پاشونو میزنن، اونها رو کور هم میکنن. بعد میذارنشون رو قایق، میفرستنشون در رود سن. تا نقاشی بعدی، خدافظ.